بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هناك ما درسي خود را بعون الله سبحانه وتعالى دوام میدیم از کتاب الأربعون النووية چه الحديث إمام نووي. این کتاب یکی من رساله زانی امام حافظ فقيه ابو زكريا محي الدين يحيى ابن شرفي النووي من باشه. حديث امروزی ما الحديث السابع. نعم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حديث هفتم از ابو رقیه تمیم ابن اوس داری رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: الدین النصیحه. قلنا لمن؟ دین نصیحت است، یعنی این نصیحت بین یکدیگر کردن، اینم از دین است. اساسا هیچ ممکن نیست که انسان در دین باشد و نصیحت گوی یکدیگر نباشد. دین نصیحت است. حتی در بعضی روایات ها 3 مرتبه این سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تکرار کردند. دین نصیحت است. گفتیم صحابه ها گفتند که برای کیست؟ یعنی همین نصیحت خب اخلاص، یا که مثلا یکی از معنای نصیحت به معنای اخلاص است، چون که از کلمه نصح گرفته خالص، تازه. بنابراین صحابه ها گفتن که همین نصیحت رو در برابر کی یا که در برابر چی استفاده برده می شود، یعنی ما ناصح در برابر کی باشیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که برای الله، یعنی نصیحت برای الله میکنیم. نصیحت برای الله، الله رو میشناسی، توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفاتش میشناسی، با او باور میکنی. و نصیحت برای قرآن آن است که اولین درجه باید که تو قرآن خواندن یاد گیری، بعد معنای او را فهم و برای پیغمبرش، پیغمبر دانی نام و نسبش، از کجا میشه، جایی که هجرت کرد، از کجا یعنی هجرت کرد به کجا و هاکذا، و سنتی او را و سنتاش شناس میشوید، عمل میکنید طبق سنتاش. و نصیحت برای پیشوایان مسلمانان، یعنی نسبت راهبرها باید که تو نصیحت باشی، در کارهای خیر دستگیریشون کنی. و برای عامه آنها، یعنی که برای مردم عوام مسلمان باید که نصیحت باشی، امر معروف و نهی منکر میکنی. برای خاطر امر به معروف و نهی از منکر کردن و باید که خودت شناس باشی به معروف و خودت شناس باشی به منکر، تا اینکه مثلا گرم نشود که تو با فکر خودت بگو که امر به کاری معروف کردی سودی، ولی در عین حال چی امر به کاری ناپسندیده میکنی. یا که میشود یک انسان که یک کاری ناجویه به طور خودش منع میکند، اگر دیده برآمده شود اگر از کاری معروف منع کردی سود است. این بود یعنی حدیث هفتم. این حدیث را مسلم روایت کرد. ان شاء الله با در کتابای شرح سخنهای علما را میخوانیم، خیلی با چیزهای مهم و ضروره میفهمیم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا. الحمد لله رب العالمين.